در صحیح بخاری امام بخاری یک کتاب دارن، کتاب المرضى، کتاب بیمارها، آیدی احکام بیمارها، حدیث ها روایت کردن. یک حدیثی از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کردن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من یرید الله به خیرا یصب منه، به کسی الله تعالی نیکی را خواهد او را به درد گرفتار میکند. او بینید وقتی که به سرتون درد می آید، این دلالت میکند که الله تعالی برای شما نیکی را خواست است. چون در دیگر حدیث ترمذی که حدیث صحیح است میگویند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد الله بعبده الخیر عجل له العقوبة فی الدنیا، اگر الله تعالی به بنده اش نیکی را خواهد، عقوبت را در دنیا عاجلی میتید، یعنی تیزتر به گناههایش در دنیا، به بعض گناههایش عاجلا، یعنی در دنیا جزا میتید. و اذا اراد الله بعبده الشر امسک عنه، اگر الله تعالی به بندش بدی را خواهد، به گناههایش در دنیا جزا نمیدید، حتی یوافی به یوم القیامه، تا اینکه روز قیامت پر را کرده جزایش را دهد. و از همین حدیث ها هم حضرت مولانا در مثنوی خود سبب گمراهی فرعون را از نآمدن بلای مصیبت معنی داد کردند. گفتند که داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. الله تعالی تمام مال و ملک ها را براش داد، بالاخره او دعوای الوهیت کرد، دعوای پروردگاری کرد. انا ربکم الاعلی، من هستم پروردگاری بزرگ شما. فقط نعمت، فقط مال، ملک، قدرت، الله تعالی هر نوع مال و ملک وقتی که داد دعوای الهیت کرد. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. تمام مال و ملک را داد لیکن درد نداد، رنج نداد، اندوهان، غم و غصه نداد، مشکلی نداشت. در همه عمرش ندید او دردی سر، در تمام عمرش اقلا دردی سر نشده است. حتی بعضی مفسران میگن که پشه خاموشک هم فرعون را یگان مراتبه نگزیده است که معیده ترین درد چشد. در همه عمرش ندید او دردی سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. برای چی الله تعالی دردی سر نداد؟ تا اینکه ناله به سوی الله تعالی نکنند، دعا نکنند، توبه نکند، بازگشت نکند، تا اینکه جزایش را مکمل روز قیامت الله تعالی دهد. این البته خوب نیست وقتی که فقط نعمت آید، نیکی آید، خرسندی آید و بلای و مصیبت و مشقت نآید. بعد از آن حضرت گفتند که درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی من خدا را در نهان. وقتی که به سر درد آمد، این از ملک جهان بهتر است، یا درد از ملک جهان بهتر است. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی را دعا میکنی، استغفار میپرسی، بازگشت میکنی، خود را یک مراتبه تفتیش میکنی که چه گناهی کردی، کسی را اذیت دادی، به کسی ظلم کردی، کدام فرموده الله را اجرا نکردی، کدام گناهی را اجرا کردی. الله تعالی خودش مقصدی فرستادنش از بالا همین است. بنابراین در سوره مومنون میگوید که ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما آنها را با عذابها گرفتار کردیم، آنها بازگشت به سوی الله تعالی نکردند، التجای زاری نکردند، تضرع نکردند، دعا نکردند، از الله تعالی خواهش نکردند. یعنی این مصیبت ها برایشون فایده نداد. اصلا مقصد الله تعالی وقتی که مصیبت را میفرستاند تا اینکه بنده برگردد.